مسمیرا و پروینش شهروند ولایت ختلان ناحیه کوشانیان جماعت مهنت آباد دهه دانیارکول. ما 5 عائله در یک جا زندگی میکردیم. نکی 4 اینوالید گروه یکم میبی اینوالید گروه یکم هستیم. 28 سوتیق زمین داره. زمین هم را مجبوران گرفته حسابی همون مرا لط کوب کردن. حالت پسران امکم به خونمون داخل شدن. هزیمای خونمون علاوه زدن. رفتن چیکار میکنه؟ گفت که تو رو میکشیم که خلاص شیم. گلوی هم را جقیده در زمین خواب کرد، کرته هم را دراند و دیگرش به بیل زد. گفتم برای چی کار کرد؟ برای که تو خلاص از شما یک اینوالید خلاص شویم، زمین گرفتنش آسان میشود. در همین حادثه مادرم آمد گفت که چرا بعد ای روزی روشن میکشش؟ گشت دست مادرم رو تاب دادن و در زمین تلک کردن. گشت گفت که این خیلی اینوالید دیمش. طالب جان گشت گفت عزیز طالب جان که شما این مایه دارین میدرویم شب که بیل است یا کورچه است میکشم میبرایم میرم. یگان شخص آگاه نمیشود از کشتن من. نکی مادرم همه حالت دلش زد. افتید من خودم باشم بینیم رو به بیل زدن شکستن همون حالت چشمانم شب زده. خستم دیگه هیچ چیزی حس کردن نتونستم. از این حادثه به پیش ناظم عبدالسلام رفتیم مراجعت کردیم. پدرم مسمیر و محمد رجب گفت دخترم را ببینی شکستن. گفت من طبیب هستم بیمارخانه برگو علاوه زدن. گفت کردن را پژرنی که فیراد کو. پدرم گشت گفت که به یگانجا مراجعت میکنن. گفت مراجعت میکنی کردنگی من کسی نمیترسم. توی معیبی این وریتی کماغل کی دستگیری میکند. همین خیلی تا حکومت ناحیه کوشانیان پراکرور ناحیه کوشانیان رو عدل شد که بشه حکومت چه هم مراجعت کردیم. ولایت ختلان هم تا حتی آگاه هستن ای کار ما یگان کس دستگیری ما نمیکنه. البته سخن میزنم ناظم تقب با بیشتر در راه میگه شما معیبه قید دادم نکو پولی بیکار رو از خود نکو. شما را کی دستگیری میکند؟ یگان جا دستگیری نمی. من تقاضا دارم کار میکنم با اینه. سنه 2019 ساعت 15 و همین خیلی واقعی کارشو زدنم. رفتم به بیمارخانه بوچسکویا گفتن که به من کاغذ ندادم. رفتم در بیمارخانه ایسانه 12 تا 20 در حادثه بی مبلغی را در خانه یک بار جراحی کردم. ساز نشدم ای 20 تا 28 من بنی صد خواب کردم. تا حتی همونجا زنگ زدم که بیا بوچسکویا با شهروندایی که عزیز و غیر به عزیز و طالب دستگیری دارد یاردمشون میکنن. و من گفتم یکم بار حقلا ای حالی من با خبر نشیدم. هر وقت که زنگ زدم میگه که تو مای واسه کجای میروی را. مجبور موندم که به همینجا بیام مراجعت کنم. مای برایش که دستگیری نمیکنه. پدرم مای بس داشته باشه نخو که یگانجا حالی قاطی پولدار میبود رنگ همواره دستگیریش میکردن. واقعی پول دارن پول پناهی گرفته کار کردن و یارا نگاه بین میکنن بینا نکی موکی نداریم هیچ که دستگیری ما نمیکنه. تا حکومت پروکرور جنرالی را تا حتی میگم مراجعت کن میگه کجای میره چه که کردن هیچ که دستگیری نمیکنه. موندیم از کم غلی هیچ که نمینه مورد دستگیری.